سلام و درود به عشقای دلم. حال دلتون چطوره؟ بنده های راموکس هستم، امیدوارم حال دل تک تکتون خوب باشه. اومدیم با یه ویدیو جدید و خیلی باحال و خفن. بچه اومدیم با یه آموزش اسپان ترپ بهتون بدم. بچه اسپان ترپ، دیسینگ و اسپات های خیلی خفن تو شیپمنت، همشون فقط تو شیپمنت. امیدوارم بچه از اینا خوشتون بیاد. واقعا حتما حمایت کنید، چون که ویدیو قبلی که گذاشته بودم اصلا عملا هیچ بازیدی نخورده بود. یعنی یه جوری بهتون بگم که هیچ بازیدی نخورده بود و الان اینم یار کمکی منه، دوستمه، اینم یوتیوبره، حتما ازش حمایت کنید و اینکه امیدوارم دیگه خوشتون بیاد. بچه حتما لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره دوستان. این آموزش ها خیلی خفنن، واقعا زحمت دارم میکشم. امیدوارم حمایت از یادتون نره، سریع به 50 تایی برسیم که من بتونم براتون استریم کنم. حل دوستان، بریم دیگه، بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. خب بچه ها، این اسپان ترپ ها بذارید بهش بگم بیاد. خب بچه اول اثبات ها رو بهتون یاد بدم، بعد خب بچه این رفیقم مثلا اینجا داره خط میگیره، این هم یه اثبات. بچه به جای اینکه برین اون بالا میایین این بالا و اونم رفیقمه، نگاه وایسا. خب اینم از این بچه، اینم یه اثبات و حتما از این استفاده کنید. خب بذاری بهش بگم بیاد. بچه اینم یه اثبات اینجا، بذار بهش بگم اینجا خط بگیره. خب بچه اینجا داره خط میگیره دوستم، مثلا من میام از اینجا بزنمش ولی خب نمیشه. از اینجا میام میزنمش راحت. خب اینم یه اسپان ترپ، اینجا بزنمش، اینم یه اسپان ترپ. خب بچه اینم یه تریک بود. خب همینجا بچه این یه والبنگه که خیلی به درتون میخوره. الان اسپان ترپ بچه این یه اسپان ترپه. یه اسپان ترپ که نیست ولی بشم میتونن بگن اسپان ترپ، که خیلی باله. بذاری بهش بگم بیاد. خب اینم یه چیز دیگه بچه، از اینجا که میایم بالا، از اینجا میید بالا و خیلی چیز خیلی گنگ. خب بچه اینم یه تریکه که خیلی باله. مثلا طرف که من از اونجا اسپان ترپش میکنم از این قسمت، وقتی که با دیسینگ وای میسم از اینجا میشه چیزش کرد. اینم دوستمونه، از اون قسمتی که داره اسپان میشه از اینجا میشه زدش. خب حالا بذار بهش بگیم بیاد. یه چند تا تریک دیگه هم یادتون بدم برای اسپان ترپ خوبن، بذارید بهش بگم بیاد. بچه اینم از این. خب اینم هست. دوباره یه لحظه وایسی، دوباره برم. اینم دوستمون رفت. خیلی آسونه بچه این، فقط باید از این زاویه اینو درستش کنید. مثلا از این قسمت که میای از این زاویه باید درست شه. مثلا تا داری از اینجا میای، یه لحظه وایسا بهتون بگم، از این قسمت مثلا این تنظیماتی که وسط ستینگه، من اینجا رو دارم میگیرم میره بالا، نگاه دیگه همینجوری دیگه. خب یه چیز دیگه هم هست، از اینجا میشه رفت بالا. یه لحظه بذارید بهش بگم، چون این دوستمونه به عنوان یار کمکی آوردیمش که بدونین که شما میتونی همینجوری مثل اون ساده یاد بگیری. درات آها رفت بالا، اوکیه. بذارید بهش بگم بیاد بام. خب بچه اینم همون چیز قسمت بالاست. بعد از اینجا زاویه‌تون رو با این تنظیم کنید. باید 70% این بدنتون تو باشه و 30% هم بیرون، که اینجوری بتونید راحت برید بالا. بذارید همینجوری راحت و ایزی. بذارید دوباره.
نگاه ایزیه، خیلی بیزیه. مثلا با این روایت این باید 30% تو باشه، 70% هم بیرون. نگاه خیلی ایزیه، اینجوری میریم بالا. داره گوشیم بچه وقتی که ریکورد میگیرم لگ میگیره. بچه این اسپان ترپ خیلی عادیه. خب این یه اسپان ترپ دیگه هست، بذارید بهش بگم بالا از اینجا که نشونتون بدم این اسپان ترپ رو چجوری انجامش میدن. البته اگه بشه واره. خب الان میشه اسپان ترپش کرد. خب نگاه کنید. خب نگاه کن دوباره از اینجا میای اسپان ترپش. بذار یه خشاب هم تموم شد. خب ببینید این هم یه اسپان ترپه که اگه اینو خوب یاد بگیرید و دیسینگتون خوب باشه این اسپان ترپ رو خیلی خوب میتونید انجام بدید. بچه ها این چیزها رو که میبینید بالا بذارید دوباره اوکیش کنم. حله اوکی شد. آره خب ببینید این که اسپان الان اینجا میشه الان میزنمش. نگاه کنید وقتی ریکورد میگیرم خیلی لگ داره میگیره. بذارید نگاه خیلی ایزی اینجوری اسپان ترپ خیلی راحته بچه. خب بچه این قلاخی که هست اگه این اسپان ترپ رو یاد بگیرید. خب بچه این اسپان ترپ یه جوریه که مثلا من الان این شخص رو دارم میبینمش، وقتی که میزنمش الان علامت قرمز که داره میره بچه طرف اسپان میشه. میگه چی میگم؟ یعنی اگه شما بتونید درست اسپان کنید این خیلی باحال میشه. من به سمتش میبینید از اینجا که دارم میزنمش اینجا راحت میمیره. نگاه کنید عجیبه دارن. آها نگاه کنید یه لحظه. خب رفت. خب بچه این هم از این اسپان ترپ. شما میرین بالا، شما از خط با اون بالا باشید و خطشو گرفته باشید حتما که مثلا اسپان ترپ بتونید بزنید بهش. مثلا اینجا اسپان راحت از اینجا الان اسپان میشه. نگاه کنید. نگاه خب از اینجا که هست وای میسید دوباره اسپان میشه. خب دوباره اون علامت سبز قرمز من دیدم. خب دوباره بچه دوباره همین شکل به همین روش همینجوری اسپان ترپش راحت و ایزیه بچه خیلی ایزی. و دوباره یه پرشی بزنیم اسپان ترپش. اون علامت قرمز رو دیدی اون وقتی میره طرف اسپان میشه. بذاره نگاه کنید همینجوری خیلی ایزیه بچه. این اسپان ترپ ها حتما یادشون بگیرید، اصلا نذارید که چیز بشن. الان دوباره اون قرمز رو میبینید که چیز میشه. بچه ها امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. بچه ها واقعا توقع حمایت ازتون دارم که از این ویدیو خیلی حمایت کنید، چون که کمتر کسی میاد اینجور آموزش ها رو بذاره. اگه دوست دارید از این آموزش جالب تر هم براتون بذارم با اسپان ترپ های بیشتر، حتما بچه ها حمایت از یادتون نره، چون با حمایت های شما و عشقایی که شما به من میدید من خیلی مثلا امیدم به اینه که مثلا بخوام ویدیو بیشتر رو آپلود کنم، هرچی ویدیو بیشتر آپلود کنم خفن‌تر و کیفیت بالاتر. پس باشه حمایت از یادتون نره، شبیه ویدیو قبلی هم نباشه دیگه. امیدوارم دیگه خوشتون بیاد از ویدیو که 100% از ویدیو خوشتون بیاد. هر ویدیویی که درباره اسپان ترپ باشه معمولا مخاطبات دوستشون دارن. حالا کاری به این ندارم بچه این آموزش‌ها رو بچه حتما برید امتحان کنید، نتیجه میگیرید. چند تا اسپان ترپ های دیگه هم بود، ویدیو تایمش زیاد میشد، نمیخوام از ویدیو از 10 دقیقه بیشتر بشه.
انشالله تو شورت ویدیو اونا رو آموزش بهتون میدم. امیدوارم از ویدیو خوشتون اومده باشه. میبینمتون. خدا نگهدار.